گفتار 14 کشف اسرار. هیچ باور میکنی آشنا؟ از سردار اداره ساختمان حتولی وقارپور آهو نمیرمد. آهویا این جانور را میدونی که برگی از درخت افتاد تا مردنش میگریزد. نه، نخود آهوی وحشی از آدم نرمد. هیچ باورم نمی آید. به دسترخوان پرمناز و نعمت سابق SSSR قسم که نمیرمد. انیقترش از همه چیز و از همه کس رمیده میگریزد و از وقارپور نه. من خودم دیدم، خودم. این گونه صحبت را بین مردم دهه ما که کنارتر شهر واقع است وقتهای آخر زود میشنیدید. در حقیقت حادثه گوش ناشنید. از ساکن دهه ما سردار اداره ساختمان حتولی وقارپور آهو نمیرمد. من خود با دوربین دیدم که در سر صخره‌های پشته نزد دهه‌مان وقارپور دراز کشیده رادیوی دستیش را روی شکمش گذاشته استراحت میکرد و در اطرافش خاله بیغم‌ها بر این توده آهوان گشت و گذار داشتند. حتی آهوی با فوکش او را کمی تکان هم داد. این واقعه در یک مدت کوتاه خبر جنگ بر این در تمام مملکت پهن گردید. کنجکاوان، بیکاران، شبهگران، اغواگران، تهمتگران، دروغگویان، واهمه‌گران و امثال آنها اولین شده آمده از اصل واقعه خبردار گردیده توبه گویان گریبان داشته و چشمانشان را مالیده رفتند. بعد دختران آمدند. قبط به قبط وقارپور را سنجیدند چون غولچوب به این سو و آن سو غیلانده. رنگین هم کردند ولی به هیچ نتیجه نرسیده لب برمه کرده رفتند. عالمان ساحات مختلف آمدند و با وقارپور هر خیل تدقیق و تجربه ها، محاوره ها گذرانیدند. به نتیجه حتی تحقیق کرده برآمدند که مبادا وقارپور از ارق مجنون نباشد. نیز به نتیجه روزنامه‌نگاران هم از نتیجه سفرشان به دهه ما وابسته به این حادثه نادیر جز لوحه‌های تحت عنوان‌های معمولی حوادث عجیب، نویگری‌ها در عالم عجایبات خوانید عجیب است چیزی جدی نوشته نتوانستند. نهایت از این همه بی‌براری‌های اهل علم و ادب به واهمه افتاده و در عین زمان الهام برداشته تشبث را مردم عوام با سروری غفران نیمچه ملا پاره به دست گرفتند. در اندک مدت بین مردم روایت و حکایات زیادی درباره وقارپور و آهوان پهن گردید. این حکایت و روایت ها مدهش و دهشتناک بودند. موافق آنها باید همین شب و روز قیامت قائم میشد. حادثه وقارپور و آهوان یک نشانه برجسته آخر زمان بوده است. واهمه و ترس و هراس روز تا روز افزوده تمام دیار را فرا گرفته دم و دمچه ها و بلگویان زیادی را پیدا کرده از بودش صد چند زیاد شده نهایت کار خود را کرد. مردم به تعلقه افتادند. زواد و فابریکه ها، کارگاه ها قریب که از کار ماندند. مملکت ناتین شد. خدا میداند این همه با چه انجام میپذیرفت اگر همین دخترچه جنگلموی همسایه ما خواننده صنف دهم هلاله نمیشد. این بلاچه به اداره تلویزیون رفته و واسطه آن چنین برآمد کرد. رفیقانی عزیز، هموطنان محترم، وضعیت متشنج امروزه وطنمان وابسته به وقارپور و آهوان مرا به طرف نگذاشته نتوانست. از این رو با جد و جهد خواستم گره این معما را کشایم. از کتاب زئولوژی خواندم که آهوان حیوان خیلی حساسند. خردترین ناچیزترین چیز را زود درک میکنند. نغز میدانند که چی یا کی برایشان خفناک و چی یا کی بخوف. حساسیت آهوان آنچنان بلند که حتی ازمونیت، نیرو و قدرت، پسیخولوژی آدمان را در لحظه یکی درک می کنند و موافق آن رفتار می نمایند. سپس من از روی کتاب های اناتومی عالم و پسیخولوژی به شخصیت وقارپور یک نگاه افکندم. با زیر دستانش وا خوردم. معلوم گردید که وقارپور یک سرور خیلی کشالکار، بی‌پروا، خاله بیغم، خوشنابیا بوده است. برای از کرسیش خستن قریب نیم ساعت وقت صرف می کرده است. از کشالکاریش، بی‌پرواییش نسبت انشاءات حاجت گپ هم نه.
маълум гардид, ки ҳатто Леви Қорпур ҳатто агар ба нӯги бинияш паш шашинад, хушаш намеомадааст, ки онро киш гӯяд. чӣ хеле ки дар боло гуфтам, оҳувон ҳассосияти баланд доранд ва бешаку шубҳае аз ин хислатҳои Виқорпур огоҳ гашта, дар натиҷа нисбат ба ӯ бепарво, аз ӯ намеҳаросидагӣ шуданд. ана ҳамин аст рафиқон, сирри аз Виқорпур нарамидани оҳувон. инҷо дигар ҳеҷ сирре нест. ҳамаи онҳое ки телевизор тамошо мекарданд, гӯё ки дар толоре бошанд, дуру дароз кафкӯбӣ карданд. баромади ҳилола такрор ба такрор намоиш дода шуд. ҳаёти мамлакат аз нав ба эътидол омад. заводу фабрикаҳо, тамоми коргоҳҳо бо иқтидори том ба кор даромаданд. ҳатто кор дар идораи сохтмон авҷ гирифт, зеро Виқорпурро кафш пеши по гузоштанд. ҳама ба ҳилолаи ҷингиламӯй офарин мегуфтанд. мишмише ҳаст, ки барои ин кашфиёташ ӯро ба кадом як мукофоти олии мамлакат пешбарӣ карданд. қанташа занад духтараки оқила.